این صحنه در مسکو نواربرداری شده است. هزارها مهاجر قرقیزستانی به ملاقات روحانی شناخته کشورشان آمدند. معویزه های چوبک حاجی جلیلوف، عضو شورای علما و مفتی سابق قرقیزستان، در داخل کشور نیز معروفند. چون این ازدحام را در آنجا حتی یگان سیاستمدار جمع آورده نمیتواند. این روحانی در یوتیوب صحیفه دارد و حتی برای داشتن پیروانی زیاد جایزه نقرگین را دریافت کرده است. حالا فعالان حقوق طلب دارند که چوبک حاجی جلیلوف برای بسیار زنی مجازات شود. بعضی از روحانیان فکر میکنند که حق نادیده گرفتن قانونهای دنیوی را دارند. در اصل روحانیان هم شهروندان قرقیزستانند و باید به کنستیتوسیا و قانونها اطاعت کنند. فعالان حقوق و زنهای قرقیزستان را اظهارات مفتی سابق کشور که از تلویزیون صدا داد به حیرت آورد. با زن اولم جدا نشدم. البته او قهر کرده است. با زن خانه‌دار شدم که تا این دم در ترکیه کار میکرد. برای همین زنان را به ترکیه و چین نفرستید. به آنها غمخواری کنید. نمیخواستم زن بگیرم، اما به نتیجه رسیدم که اگر این کار را من سر نکنم کی سر میکند؟ اگر امکان دارید زن بگیرید. قانونهای قرقیزستان به بسیار زنی اجازت نمیدهند. فعال حقوق عزیزه عبدالرسول و تصمیم دارد از بالای روحانی معروف به دادستانی شکایت ببرد. میخواهد این را قانونی کند. در این باره رشاد به جامعه میگوید. زنانی که همسرانشان در اندیشه زن دوم هستند اکثرا به مرکز بحرانی سزیم مراجعت میکنند. در این اواخر چنین مراجعت ها زیاد شده است و مسئولین مرکز تصمیم دارند بر ضد چند همسری معرکه گسترده را پیش برند. قبل از آمدن شما نیز چند نفر اوید به همین مسئله به ما مراجعت کردند. اینها اصلا زنانی هستند که با فشار اقتصادی روبرو می باشند. همه دارایی را شوهرانشان به نام خود ثبت کردند و امروز جلیلوف جامعه را به چالش می کشد. او مثل که به مردان میگوید شما ترسوید، من اقرار شدم اما شما نه. خود چوبک حاجی جلیلوف نمیخواهد وضعیت را شرح دهد، اما در سازمان مذهبی زنان با نام متکلم بر این باورند که هزارها مرد ایماندار از عمل مفتی پیشین پیروی خواهد کرد. بعضی ها از این اقدام پشتیبانی میکنند و حتی سابق وکیلان مردمی او را تبریک کردند. از یک طرف آنها میگویند که این روحانی کار خوب کرده است، ولی از سوی دیگر آنهایی که جانبدار دموکراتیا و رعایت شدن قانون‌ها میباشند با مخالفت دارند. ایزاوره 28 ساله 3 سال پیش عائله بنیاد کرد. او از قبل با شوهرش مشورت کرده بود که هیچگاه اجازت نخواهد داد که همسرش زنی دوم بگیرد. خود ایزاوره نیز هیچگاه نمیخواست همسری دوم یا سیوم باشد. من نمیخواهم شوهرم را با کسی دیگر بینم. با مردان حاضر باوری ندارم. البته راضی میشدم اگر در زمان پیغمبران به مردان چنین توصیه داده میشد آنها را نظارت میکردند. در همین حال وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفته است در رابطه با چوبک حاجی جلیلوف تنها در حال دست به کار می شود که اگر همسری اولی مفتی یا شهروندی که درباره دوزنگی او معلومات دارد به آنها مراجعت کند. اگرچه در قرقیزستان چهره‌های شناخته دو زنه یا سه زنه بسیار هستند، ولی تا حال هیچ یک آنها به جوابگری کشیده نشدند. در بین آنها وکیلان مردمی، سیاستمداران معروف و حتی سابق رهبران کشور نیز هستند.